کربوکسیتروپی روش غیر تهاجمی است که در این روش گاز CO2 به زیر پوست منطقه مورد نظر به وسیله سوزنی بسیار ظریف و نازک القا می شود. درمان به وسیله این روش بسیار آسان، سریع و بدون دوره نقاهت است. گاز CO2 باعث بهبود قابلیت ارتجاعی پوست، کاهش سلولیت و کاهش چربی‌های موضعی است. همچنین تحریک تولید کلاژن و کاهش چروک‌ها و ترک‌های پوستی را نیز سبب می‌شود. کربوکسیتروپی جایگزینی مناسب برای لیپوساکشن به این خاطر که در روش لیپوساکشن برخلاف کربوکسیتروپی عمل به صورت بیهوشی کامل انجام می‌شود. درمان با گاز CO2 توسط سازمان FDA آمریکا تایید شده است. کربوکسیتروپی به دو روش عمل می‌کند. اول اینکه گاز کربن دی اکسید سلول‌های چربی را با ضربه و فشار در هم شکسته و متلاشی می‌کند. سپس این گاز سبب گستردگی و گشاد شدن مویرگ‌ها و رگ‌ها در محل تزریق می‌شود و خون با قدرت بیشتری در محل جریان می‌یابد. افزایش جریان خون به معنی افزایش میزان اکسیژن است. اکسیژن مواد بین سلولی را از بین میبرد و در نتیجه سلول‌های چربی کاهش می‌یابند و باعث ایجاد پوستی محکم‌تر و زیباتر و همچنین جوانتر برای افراد می‌گردد. اما لیزر CO2 فرکشنال دیگر با جریان گاز برای درمان پوست درگیر نیست، بلکه انرژی این لیزر توسط گاز CO2 موجود در دستگاه تولید می‌شود. در این روش پرتو لیزر منسجم به هزاران پرتو لیزری کوچک تقسیم می شود و این پرتوهای کوچک با قدرت بالا به درون لایه‌های عمیق پوست نفوذ می کنند. سپس پوست به طور خود به خود با تولید کلاژن در نواحی که لیزر تابانده شده شروع به بازسازی خود می کنند تا پوستی جوان و تازه را جایگزین کنند. پس کربوکسیتروپی و لیزر CO2 فرکشنال عملکردهای کاملا متفاوت در زمینه جوانسازی پوست دارند.